لایو رو شروع میکنیم. سلام به همه. نیستید ولی بعدا لایو رو میبینید دیگه. الان سلام گفتم. ببینم چند نفر اومدن. خب درود به همتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه لایو خیلی یهویی و کوتاه گفتم بذارم توضیحی راجع به موزیک بدم و یه حال هوایی عوض کنیم. خیلی دلم تنگ شده واسهتون طبق معمول. انشالله زودتر همو ببینیم. از اینجا فقط شما میبینید، این دل منه که تنگ میکنه. سیاه‌سفید کنید دل تو چیز موزیک. خب شوخی و مزاح دیگه کافیه. سلام به روی ماه همتون. سلام به روی ماه همتون. خیلی دلم براتون تنگ شده، ببخشید من موام خیس همین الان هم بود. گفتم که توضیح بدم که حالم خوبه، خدا رو شکر. حال شماها خوب باشه، من حالم خوبه. دیر به دیر میام اینستا، خیلی دلم تنگ شده. نمیبینمتون تنها رویت دیدن هم دیگه هم کنسرت و تک و توک برنامه باشه این ورون برام متاسفانه نیست فعلا. تا چی شده من این دوربین کاری گذاشتم باید کجم بخونم. خب این لایو رو گذاشتم دوباره میگم که یه توضیح، یه نظرسنجی کوچیکی راجع به موزیک سیاه بکنیم، ببینیم که پخشش کنیم، پخشش نکنیم، جایگزینش کنیم، چه سبکی بزنیم. مرسی، تولدم هم که هفتمه، همتون گرم. و بریم واسه موزیک. اینم بادم باد پنکست، من چون خیلی خارجی هم. مای گاد. اول بذار یه تنظیمی براتون بذارم. امروز زدمش، خیلی هم دوستش دارم ولی چون ترانه نداره یادم رفت واسه لایو میکروفون بذارم کیفیت بهتر شه. دیگه دستم در رفت، برمیگردم صدای منو نمیشنوید. اینه دیگه اینجوری بده. خب من خب اون موزیک رو میذارم واسهتون. تنظیم خالیه ولی فضاش باحاله. ملودی هم که روش در آوردم خیلی باحاله. اینم گوش کنیم. همین امروز زدمش. چرا میکروفون نیست بده کنم همینه. این چند وقت اینستا رو بالا پایین میکنی فقط عروسی مکوشانبانی کل هندو دعوت کرده. مگه میشه آخه؟ چقدر هزینه کردی. یه جای خوندم میگفت فقط جاستین بیبر اجرا کنه تو عروسیه برای نیم ساعت اجرا فکر کنم 600 به پول ما 600 میلیارد گرفته. نیم ساعت اجرا. مکوش از کجا میاری اینا رو؟ مکوش بیا تو لایو بگو اینا رو از کجا بود. مکوش اینقدر عروسی طولانیه که من دیدم هر روز میزنی بالا. یه بار ما باز کردیم یه دونه از این عروسی یارو رو دیگه کلن میاد، خودش و پسرش و عروسیش. فقط ماکان رو دعوت نکرده بود عروسی همه بودن. خب این تنظیم خالی اون ملودیه که به زودی اینم پخش خواهد شد. اینو گوش کنید، تنظیمش خیلی خوبه. یه ذره خارجی بازی هم داره دیگه توش. یعنی چی میتونه باشه ملودیش؟ من تنظیمشو دوست دارم. این ملودی باحال روش زدم، حالا میوتش کردم چون ترانه نداشت، تکست نداشت روش. خیلی باحاله. این از این و اما بریم سراغ سیاه. خیلی اسم دارکیه، نمیخواستم انقدر دارک باشه اسمش ولی سیاه دیگه. اسم سیاه اون هم میشه هست. خب اینو اسمشو میخواستم نظرسنجی کنم ببینم شما انتخاب کنید اسمشو. ولی یه موزیک دیگه هم آماده است که امیدوارم به زودی پخشش کنیم برای ماکان. اسم چقدر بد. خیلی خوبه. خیلی خوبه.
این موزیک سیاهه. اینم من یه چکش کنم پایینا. اینم که کورس فالستو دیگه کلا فوسس. کورسش مثل چیزه ایداد فوسس کلا فالستو. بریم اینو گوش کنیم. بله عالی شد دیگه، خیلی خوب بود. همین خیلی دوستش دارم. اگه نبودم کنار تو یه نگاه به قبل دور کن میبینی پر از یکی به بوده جنگ اصلا هوا شب کنشسون فقط انگار تمام بگردی یا بگذره سر فرصت میداری دل بکنی بری هوا ای ندی به خودت و منم بکاری لبتی دادش تو کن با رفتن خوشبره کن سیگه کن داشته باشو که باید سپرایزه دیگه بقیهش. ولی کلن کورسش اینجوریه فوسس. بعد ببینیم از آشنایان. به 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 تا اومدم نگاه کنم. آقا پیمان های ایمان چطوری دادا؟ دلم تنگ ولی میام. هی میگم میام و هی نمیام. فعلا میام قول بچه های دیگه کسی هست من کجکی بخونم چوکه خفنی از خودتون. حالا این کارهایی که میگیم این خیلی خوبه اون خیلی خوبه به خاطر اینه که شاید خیلی هاشم نگیره و اصلا شنیده هم نشه، ولی مهم اینه که خود کسی که میسازتش خیلی دوستش داره و امیدوارم این حسی که توی کار میذاریم هر کدوم از ما، حالا خودمو میگم این حسی که میذارم توی کار واقعا سر بعضی از کارها چی میخواستم بگم چی بود اصلا سر بعضی از کارها واقعا گریم میگیره خودم. حالا چه تنظیمش چه تکستش چه ملودیش. چالش شوک هیچی دیگه. چالش شوک نابود شد. حالا شاید هم گذاشتیم برای موزیک بعدی. آره داشتم میگفتم این حسی که میذاریم توی موزیک امیدوارم واسه اینه که این میگیم دوستش داریم چقدر خفنه، چون واقعا دوستش داریم و دوستش دارم. خودم وقتی میسازم این کاری رو مثل بچه های خودم این موزیکا و با عشق میسازیمشون و با عشق امیدواریم که خوشتون بیاد و با عشق امیدواریم که باهاش خاطرهای باحال بسازید. چه خبر دیگه شما خوبی؟ نه چالشش رو یادم نرفت. کلا به دلایلی تصمیم گرفتیم که چالش رو کلا بیخیال کنیم. میشه گوشی رو عمودی بزنید؟ خیر نمیشه عمودی. خیر لایو 2 نفره هم میذاریم چشم حتما. من دیگه یه ذره کامنتاتون رو بخونم که درست هست ولی ای خدا. نه نگران چی یا مشغول کاریم یا کار و زندگی داریم. ما هم بالاخره 24 ساعت که نمیتونیم توی اینستا باشیم. قربون تو بشم من عروسی این آقا رو ببینیم که همه رو دعوت کرد جز گروه ما رو. نمیشه که این یه زنگ میزدیم ماکان دعوت میومدیم دیگه. هندو قدم رو بله استرس نداشته باش. خوب شد گفتی استرس بخونم. خب کامنت سوالی چیزی اگه ندارید که میتونم یه موزیک دیگرم اگر یادم نرفته باشه کجاست پیداش کنم اونم بذارم واسه. ولی فکر کنم اون کامل نیست. نه اون کامل نیست نمیشه. میشه با اون صدا بچه حرف بزنیم. من این صدای بچه ها رو حالا اولین بار فکر کنم توی چیز بود توی خندوانه بود اگه یادم نرفته باشه. اینو من خیلی ساله با این صدا هستم. مثلا یه شخصیته. مثلا خودم نیستم خیلی وقت اون هست.
حالا صداش عوض میشه، هم بم میشه، همونجوری نازکه، ولی از نوجوانی من این صدا رو یادم داشتم، تازه نیست. آره با اون صدا میتونم صحبت کنم. صداش هم گرفته بچه، گرفته صداش. پادکست هم داریم، چرا نداریم؟ پادکست هم به زودی، کتاب صوتی به زودی صحبتش کردیم اگه بشه، کتاب صوتی پادکست، حالا یکی از این دوتا و به این صورت. چرا فعالیت ماکان نداریم؟ چرا موزیکا داره آماده میشه؟ خب تو این تعطیلی ها و این ایام خب طبیعتا نمیتونیم فعالیت زیاد داشته باشیم، ولی چرا حتما قربون شما، تولد خودتون مبارک. بلد نیستی رو گیر میفته تو این شرایط. تنوع صدایی دارم پسرها، چقدر عجیبه. البته اینو بگم همشون ندارم. جواب میدم، خب عصبانیه، روحام جواب بده. خب چی نوشتی؟ کامنت ها رو از از کجا میخونه؟ از تو جیبم میخونم، از اینجا دارم میخونم. بله ویدیو یوتیوب آخه میذارم، موزیکا رو بسازیم. بله چشم. خب بچه ها فکر میکنم که یه بار دیگه موزیک رو براتون میذارم. البته رکورد کردید و حتما میذارید دیگه، بعدا شیر میکنید خودتون، نظراتون رو بگید بهم، میخونم همه رو تو پستاتون. یه استوری هم میذارم، این نظرسنجی هم اونجا میکنم. موزیک سیاه همین که پلی کردم یک بار دیگه پلی میکنم، فقط خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. یاد فیلم هندی افتادم، نمیدونم فیلم هندی زیاد میبینید یا نه، ولی من نگاه میکنم فیلم هندی. یه سوال خوبی داره، یه امید خوبی با آدم میده. مثلا هیچی نداره یا رو درب و داغون همه چیز زندگی و اینو، ولی امید داره همیشه، چیزای کوچیک تو زندگی. چی میگم اصلا فلسفی شد. اینو میخواستم بگم، یه صدا هست تو فیلم هندی ها اکثرشون هست، مثلا چیزه کشاورزه، بعد دهدار اونجا اومده مثلا حقش رو میخواد بخوره، پولا رو زمین رو میخواد ازش بگیره و دخترش همون پشت داره داد میزنه پدرم فلان، نه بابا اینه صداش. آقای دهدار خواهش میکنم ازتون، من همین زمین رو دارم، دخترم اونجا فلان. این صدا یادم اومد یهو چی شد؟ از دهدار حالا دروغ نگو، تو همه زمینات فلانه دزدی کردی، اینا ازت میگیرم عوضی. موزیک سیاه رو یه بار دیگه گوش کنیم، نظرتون. اگه نبودم کنار تو یه نگاه به قبل دوباره کن، میبینی پر از یکی بود جنگ اصاب نبودش چند کنش صبح، فقط انگار تمام بگردی تا بگذره سر فرصت، بیداری دل بکنی بری حقا، ای بدی به خودت و منم بکاری، لب تیر عطرش نکن، با رفتنت خوشحالم کن. این هم هست کلوسش. خب دمتون گرم، عاشقتونم، مرسی که اومدید توی لایف. خیلی کوتاه بود، ببخشید یهویی بود و دلم شدید براتون تنگ شد، برام زودتر ببینمتون توی کنسرت ها اگر عمری باشه. مراقب خودتون خیلی باشید، دمتون گرم، مثل همیشه.